السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که سه چهار روز در شهر نوسیبیرسک یعنی بدیم برادرانی که بیمار بودن الحمدلله خواندیم شو. الحمدلله که شکر گزاریم که یعنی مهمون نوازی خوب کردن، یعنی خوب یعنی استریچت کردن و خوب با ایرپورت بردن الحمدلله. خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند، چه در شهر نوسیبیرسک چه در کراسنویارسک، هر کجایی که هستن الحمدلله برادران ما، الحمدلله که ما هممون برادر هستیم. الله سبحانه و تعالی ما را برادر خوانده است. با مخاطب دوستان عزیز از همتون خواهش که هر برادر ما و شما که بیمار هستند در حقشان دعا کنید که خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. و بسیاری برادرها زنگ میزنن که پدرمون بیماری کرونا ویروس هستند، یعنی خواهش میکنن که در ویدیوهاتون بگین که در حقشان دعا کنن که خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. از همتون خواهش که انشاءالله دعا کنین که لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر را یگان چی تغییرات نمیته مگر دعای صالح ما و شما. با مخاطر انشاءالله دعا این خودش یک عبادت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدعاء هو العباده، دعا این خودش یک عبادت است. و در دیگه حدیثش فرموده است که الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. با مخاطر انشاءالله که دست به دعا برداریم، دست بالا برداریم، از الله منان طلب کنیم که هر برادری ما و شما، هر اپا و خواهری ما و شما، هر اکا و دادری ما و شما که بیمار هستند اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. که الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، هر وقتا که بندگان من از من سؤال میکنن ما با اونها قریب هستم. با مخاطر انشاءالله که هر یک مشکلی دارین از الله سبحانه و تعالی طلب کنین، خداوند یعنی تمام مشکلی های ما و شما را حل میکنه. و بسیاری برادرها زنگ زدن که پدراشون گذشتن و مادراشون گذشتن، بعضی هاشون یعنی اکا و دادراشون گذشتن از همین بیماری کرونا ویروس. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که خداوند اونها را جنت الفردوس الاعلی را نصیبشون بگردانه و در خاندان اونها خداوند صبر جمیل عطا فرماید. یعنی بسیاری برادرها زنگ میزنن، برادران عزیز از همتون خواهش یعنی کم بیمار شدگیم خودمون، یعنی قوت نیست که بخونیم. انشاءالله که خواستیم که 3 روز دم بگیریم و بعدا انشاءالله بخونیم. هم برادرانی که بیمار هستن یا اینکه اپا و خواهرانی که بیمار هستن. ما خودم تنهایم، گاه حالت میشه که 3 ساعت 4 ساعت میخونیم اوزمون میگیره، اوزمون ریدگی هستی، زورمون میسه سازی گپ زدن ده. انشاءالله دعا کنیم که خداوند همین شخصانی که یعنی اوید به همین کار هستن یعنی ما را میفهمن چقدر مشکل خوندن. خیال میکنن که یعنی یک میشینی میخونی بس، نگاه وقت میشه 3 ساعت میخونی، یعنی خواندن عادی پروست تک انسان در یک جا بشینه مونده میشه و با پروست قرآن بخونه مونده میشه. یعنی برای خودتون تصور کنین که 10 دقیقه بشینین قرآن بخونین چه خیل میشین، یعنی که 3 ساعت پروست بشینین گپ زنین که لکتون شوخ میکنه. اما جین خونی یعنی به نهایت دشواره. الله سبحانه و تعالی خودش قوت بده، یعنی انسان زور میویه، شو خوب کردن نمیتونه، شو خوبای قبیح میبینه، غمشون میتن. با مخاطر دعا میکنیم که خداوند همه شخصانی که اوید بر رقیه شرعی هستن، در خدمت برادران هستن، در خدمت غریبان هستن، الله اونها را قوتشون بده تا اینکه در خدمت مردم باشن. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا فرماید. برادران عزیز انشاءالله که کدامت که حجامه کردن میخواهین میتونین که به همین رقم ها زنگ بزنین. انشاءالله که 3 روز حجامه میگیریم و کم که یعنی بخت که اومدیم انشاءالله بعدا میخونیم. خداوند علم مفید برای هر یک شخص ما، بر هر یک شخص مسلمان نصیب بگردانه که طلب علم برای هر یک زن مسلمان و مرد مسلمان فرض است. خداوند علم مفید نصیب ممکن و رزق حلال و عمل هایی که نزد خداوند قبول است اونها را برای هر یک ما و شما نصیب بگردانه. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین خداوند همه ما و شما را حفظ بگردانه. انشاءالله که مصلح دین برادرمون انشاءالله در خدمت است، برادر است الحمدلله.
هم صنفش یعنی یادش دادگیم انشالله خونگیری را در خدمت ما و شما. وقتی که ما یکون شهر دیگه خوندنی میریم یکون جا خوندنی میریم انشالله که این حجام ما میکنه در همینجا در شهر مسکو هست. هم رقم ها که در روی اکران میبینین انشالله که میتونین که با اینها زنگ بزنین که در واتساپ بنویسین یا که اینستاگرام هم میبینین در روی همینجا صلاح حجامه در همون اینستاگرام بنویسین به قدر امکان جواب میتیم. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا با ایرپورتی درمچو ایرپورت با همراه حضرت انشالله که خیر شما خیر مقدم چی تطبیقات خلاصی گپ کی با دعا باشه صف سلامت انشالله با جو مکان منا ببرن سمالیات دیگه یو برف دومد بدیم طرف ایرپورت طرف ایرپورت نحن الان في الايربورت ذاهبون الى الطريق. الله يفتح عليك. خب انشالله دوستان و برادران عزیز الله تعالی سفری ما رو بخیر بگذارم و دعاگو باشیم که الله صحت سلامت برای برسونه. السلام علیکم دوستان و برادران عزیز، جزاکم الله خیر مردم اهل کراسنویارسک نوسیبیرسک نوسیبیرسک. خداوند خیرات و خدمتایی که کردین به خاطر الله خداوند همشون قبول کنه. یعنی من بعد کدامت که در شهر نوسیبیرسک سبحان الله کدامت که در شهر نوسیبیرسک رقم های ایشون قاری نمیبینید که بریمونای طرف دست چپ انشالله میتونید که به این رقم ها زنگ بزنین. یکی از بهترین قاری خوش آواز ماشاءالله آوازش به نهایت شیرینه. انشالله که میتونین که زنگ بزنین. از همه تون مردم نوسیبیر جزاکم الله خیر. به نهایت میندار مهمانداریتون همش نوشم اورونی. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی و این حضرت تکسیست شهر نوسیبیر انشالله که آمده هم کسید قاری قرآن انشالله که در خدمت به طول 3-4 روز انشالله که این قاری در خدمت خلقی کراسنویارسک ای الله المستعان. خلاص هم خیلی ما را بفهمین که پس اینا پتون میکنیم نوسیبیر کراسنویارسک. باقی در امان الله با دعا باشین که خداوند سفری ما را به خطر بگردونه و جو مکان ما را برسیم انشاءالله. خب یگان گفتنی باشه شان کاری. البته انشالله که دوستان عزیز و مهربان من شما را به خداوند خویش امانت میسپارم. خداوند صحت سلامت برده به جو و جلال خود برساند و از مقصد قدم مبارک شما خیلی میندار هستیم. خداوند همیشه به درگاه بی‌نیازش خدا امانت نگهتون دارد. آمین یا رب العالمین. Таксист вам слово. Я в аэропорту договорю. خب باقی در امان الله خدا نگهبان باشه. دوستان و برادران عزیز انشاءالله که مسجدی که میبینین آینده مدرسه 5 اتجاه میشوه. خداوند هر یکی ما و شما را موفق بگردانه که این گونه مسجد ها و این گونه مدرسه ها را بنا بکنیم. که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که من بنا مسجدا لله بنا الله له بیتا فی الجنه. هر شخصی که به خاطر الله یک مسجد که بنا میکنه الله در جنت برای او یک قصر آماده میکنه. و یکی از صدقه های جاریه این مدرسه ای که این برادرها حاضراز کرده ایستند. کدامت که شرایط دارین میتونین که سمع خود را در همین مدرسه ها بگذارین تا اینکه از اجر ثواب و پاداش قفا نمونین. خداوند هر یکی ما و شما را موفق بگردانه که این گونه مسجد ها، این گونه مدرسه ها، این گونه تحفیظ ها یعنی راست کنیم، بنا کنیم به خاطر الله.